هر چی تا حالا پلو مخلوط خوردید بذارید کنار، فقط پلو تن ماهی عجیب خوشمزه و دلپذیره. 2 تا پیاز متوسط و رنده درشت میزنیم و با کمی زردچوبه تفتش میدیم. پیازا که سبک و شیشه‌ای شد، سیر رنده شده اضافه میکنم و تفت میدم. تن ماهیایی که از قبل 20 دقیقه جوشونده بودم و اضافه میکنم و تفت میدم و ادویه‌هایی که داخل کپشن نوشتم همه رو تفت میدم و خاموش میکنم. برنج و آب کش میکنم، کمی از برنج رو برمیدارم و زعفرونی میکنم و برای کف قابلمه و با ته کفگیر خوب پرسش میکنم. به بقیه برنج شیبت خشک اضافه میکنم و با هم دیگه مخلوط میکنم. کمی از مخلوط برنج میریزم و با ته کفگیر صاف میکنم. دوباره مواد تن ماهی و همینجور لایه ها رو ادامه میدم تا موادمون تموم بشه و با کفگیر خوب صافش میکنم. میذارم رو حرارت ملایم و کمی کره و زعفران و اجازه میدم پلومون دم بکشه. به همین خوشمزدگی.